برادران گرامی، هموطنان و دوستان عزیز، قبل از آن که وارد این موضوع شوم میخواستم چند جمله و چند دقیقه درباره یک پدیده یا یک موضوع دیگری صحبت کنم، خیلی کوتاه، و آن هم باشد این است که امروز این برنامه ما تصادف افتاد با زادروز استاد مرحوم سید عبدالله نوری، رهبر فقید حزب نهضت اسلامی تاجیکستان و مؤسس این حزب، رهبر کمیسیه آشتی ملی که به تاجیکستان هم صلح آورد، این کمیسیه هم صلح را تطبیق کرد. و امروز این ابرمرد و فرزانه ملت زادروز دارد، یعنی زادروز داشتند، خدا رحمتشان کند. و چند جمله رو میخواستم در ابتدا بگم، اگرچه موضوع صحبت ما دیگر است و دوستان میدانند که من شخصا خودم یعنی چندان جانبداری زادروزها و به طور صنعی و ساخته درباره انسان ها صحبت کردن نیستم، اما به چند دلیل من این صحبت کوتاه را خواهم کرد. اول اینکه استاد نوری خدا رحمتشون کند بالای یکایک ما حق دارن، از آن جمله بالای بنده هم که استادی بنده هست و ما ازشون خیلی چیزا رو آموختیم، و دوم بالای هر تاجیکستانی دیگر هم. و یک طرف صلح هست، استاد نوری صلح رو امضا کردند و تا دم مرگ، تا روز شهادت تمام زحمت و تلاش خود را برای حفظ این صلح انجام دادند، گذشت‌های زیاد کردند، تنقیدهای زیاد شنیدند برای صبرشان، برای گذشتشان، برای آنکه پافشاری نکردند در وقتی که طرف دیگر الکی معلوم بود که این صلح را دارد میشکند، ولی باز هم صلح را اولاد دانستند و واقعا هم چون که خودشون بارها گفتند این صلح را برای ملت همچون ارمغان و هدیه آوردند. و این است که ما و شما، شخصا خودی من ضرور میدانم که هر وقت در هر جای به هر مناسبت به هر بهانه اگر امکان شود از ایشان یادآوری کنیم و جایگاه ایشان را قدردانی کنیم. نکته دیگر این است که من بارها در صحبت‌هایم گفتم که افراد دو گونه میشن، به خصوص شخصیت‌های معروف، سیاستمداران، رهبران. یک دسته از رهبران هستند که در وقت زنده بودن، در وقت در حاکمیت بودن، قدرت داشتن، از آنها تمجید می شود، تعریف می شود، آنها را به نیکی یاد میکنن، تملق میکنن، چاپلوسی میکنن، مثل که از امام علی رحمان کرده می شود، از دیگر رهبران کشورهای سابق شوروی و حتی کشورهای دنیا کرده می شود، از شخصیت‌های پولدار، از آدمان معروف، برای آنکه آنها قدرت دارند، برای آنکه آنها در رأس حاکمیت هستند. اما برابر آن که از قدرت رفتن، از دنیا رفتن، مردم نه تنها آنها را فراموش میکنند، بلکه شروع میکنند به بدیات کردن، به تنقید، و حتی همون کسانی هم که در وقت زنده بودن، در سر حاکمیت بودن، قدرت داشتنشون آنها را تعریف و تمجید میکردن، آنها شروع میکنند به سیاه کردن و سنگ زدن، مثل که از اسلام کریموف میکنند. تا روزی که اسلام کریموف در سر قدرت بود، نه تنها در ازبکستان، نه تنها سیاستمداران و روزنامه‌نگاران ازبکستان، بلکه ما تاجیکستانی‌ها هم بسیاری‌ها هم از او تعریف میکردیم، بعضی‌ها حتی او را پدری خود یا پدرخواند خود میخواندند. برابر آن که از قدرت رفت، نه تنها نامش دیگر از رسانه‌های ازبکستان دور شد، خانواده‌اش را هم دیگر دیدید که به چه مشکلات آمد. ترکمنباشی هم همون خیل، نظربایف هم همون خیل، و حتما امام علی رحمان و امثال اینها هم بعد از آن که از قدرت رفتن این تاریخ و این تجربه بالاشون خواهد آمد. اما یک دسته از افراد دیگر هستند که شاید در وقت قدرت بودن، در زنده بودن، در رهبری بودن، گاه از اونها تعریف می شود، گاه از اونها تنقید می شود و حتی آنها را زندانی میکنند، مثل که استاد نوری رحمت الله علیه را کردند. آنها را متهم به خیانت و به تروریسم، اکستریمیسم میکنن. اما در طول تاریخ بعد از سرشون آهسته آهسته هر چقدر که از رفتن آنها از بین ملت فاصله بیشتر شود، همون قدر جایگاه آنها بیشتر می شود، درباره آنها مردم بیشتر صحبت میکنن و از همه مهمش نیاز به افکار و اندیشه های آنها بیشتر می شود، که استاد نوری یکی از چنین شخصیت های است. هر چقدر که ما از
شهادت ایشان فاصله بیشتر میگذارد، همون قدر درک میکنیم که جایگاه این شخص، افکار این شخص، نیت ها و هدف های این شخص چقدر ارزش داشتند. استاد نوری هدف جز این نداشت که یک تاجیکستانی آزاد و آباد و پیشرفته و دارای استقلالیت کامل را ببیند. بله، ایشان مؤسس یکی از احزاب قوی سیاسی دینی بود، اما به هیچ وجه نگاهش این طور نبود که دین را بالای کسی تحمیل کند، مثل که تهمت میکنند در حقش. به معنی آن نبود که بیاید برخلاف رأی مردم یک دولت کشور جمهوری دینی تشکیل کند بسازد. نه، اعتقادش این بود که هر چی مردم میخواهند همون باشد و مثل که دیگر سیاستمداران میگن. ولی این اصلا کسانی که چنین هدف دارند، چی دینی هست چی غیر دینی دنیوی هست، کسی طرفدار یک تاجیکستان قوی مستقل پیشرفته آزاد باشد، و برای حکومت‌های دیکتاتوری دیگر تروریست و اکستریمیست است. همین است که بسیاری از هموطنان ما که اونها هم هدفشون مثل ما رسیدن به یک کشور، به یک ملت آزاد و پیشرفته است، از طرف حکومت دیکتاتوری همچون اکستریمیست و تروریست اعتراف شده است. اما نکته اخیر این است که واقعا ظلمی که بالای استاد نوری و افراد مثل استاد نوری در تاریخ ملت ما شده است، مثل استاد طاهر عبدالجبار، اصلین صاحب نظرف و دهها شخصیت‌های دیگری که در صف اول مبارزه استقلال خواهی و آزادی ملت تاجیک بودند و واقعا ملت نسبت آنها ظلم کرده ایستاده است و فقط یگانه امید ما این است که نسل‌های بعدی بعد از آن که یک حکومت مردمی میآید، ملت بتواند همون طوری که این بزرگان سزاوار هستند قدر و قیمت و ارزش آنها را برگرداند، اعتراف کند و جایگاه آنها را همون طوری که باید باشد در بین مردم شناخته شوند. اما چه کنیم که عیب اینها، گناه اینها و گناه هزارها صدها هزار تاجیکستانی دیگر این است که شاید در وقت نامناسب در جای نامناسب تولد شدند و گفتی استاد لایق شاید گناهشان همین است که تاجیکند، تاجیک بودند و همچون تاجیک مردند، از دنیا رفتند. و یعنی اگر این بزرگواران و اون فرزانگان اگر در هر ملت دیگر می بود، حالا جایگاهشان دیگر بود، درباره نامشان دیگر چی می گفتند. اما چی کنیم که ملت ما، کشور ما گروگان یک عده از کسانی هستند که نه تنها به قدر این بزرگان نمی رسند، بلکه ملت و تمام ارزش‌های ملی را به گروگان گرفتند، تاجیکستان را تبدیل به یک کارخانه شخصی کردند و طبیعی است که دیگر چنین افراد مثل استاد سید عبدالله نوری، طاهر عبدالجبار، اصلین صاحب نظر و دهها صدها بزرگان دیگر یا به تهمت باسمچی یا اکستریمیست یا تروریست یا به هر عنوان دیگر یا به شهادت رسیدن یا زندانیان یا در هجرت قرار دارند. حالا دیگر این فرصت بود چند دقیقه خواستم یک قرض فرزندی و شاگردی و تاجیک بودن و ایمانی خدا در نزد هم روان استاد مرحوم سید عبدالله نوری و هم دیگر بزرگان ملت ادا کرده باشیم و دعا میکنیم که پروردگار جای ایشان را جنت کند و پیوندان خانوادانش را صحت و سلامت نگه بدارد و اون پیوندانی که امروز از طرف حکومت رحمانوف ظالمانه وارد زندان شدن، مثل داملا نصرت الله، مثل برادر عزیز محب الله و شنیدم که برادر استاد سید عبدالله نوری نورالله را هم بردن زندانی کردند، فقط با جرم آن که اینها گویا از خویش و تبارشان، از فرزندان خودشان که در اروپا هجرت کردند، کار میکنن، زندگی میکنن، برای زندگی شخصیشون گویا مبلغ دریافت کردند. یعنی ببینید دوستان عزیز، برای حکومت جمهوری تاجیکستان هر کسی از خارج به خویش و تبارش مبلغ میفرستد، کمک میکند، او یک جنایتکار است. شاید که امروز آنها را مهاجرین را زندانی نکنند، مهاجرین هم به فرزندان، به پدر و مادر پول میفرستند، اما اگر روز لازم شود مثل که خانواده استاد سید عبدالله نوری را امروز زندانی کردند با یگان جرم دیگر، نه با آنکه حتی اینا بنده خداها دیگر در فعالیت حزب
تأسیس نموده پدری خودشون شرکت نمیکنن. کنار رفتن از چی؟ از ترس شما حکومتداران. اما این هم دیگر کمکشون نکرد. من حالا چون فرصت نیست، موضوع صحبت در این باره نیست، شاید که حکومتداران قبل از آن که ما بیایم در این باره باز یک صحبتی کنیم به سر عقل می آیند و این فرزندان پیوندان استاد نوری را از زندان آزاد خواهند کرد. اما حالا دیگر از اونها امید دیگر نیست، چون در رفتار آنها هیچ منطقی، هیچ عقل، هیچ عقلانیت وجود ندارد که ما امید داشته باشیم. به هر صورت این موضوع رو به وقت دیگر خواهیم ماند و حالا در این فرصت فقط دعا میکنیم که پروردگار جای استاد نوری را و دیگر شهیدان، دیگر بزرگواران را که از دنیا رفتند جنت الفردوس بگرداند. این پیوندان را، برادران ما را از زندان آزاد کند و دیگر پیوندان و فرزندانی که در آزادی هستند، در هجرت قرار دارند، اونها را در صف مبارزین قرار بدهند که راه و مکتب استاد مرحوم سید عبدالله نوری را با هم ادامه داده باشیم.